سلام، خیلی خوش اومدید به دوره جامع طراحی سایت با وردپرس. بنده محمد برزویی ام و توی این دوره قراره یاد بگیریم چطور بدون یک خط کد نویسی سایت طراحی بکنیم. خیلی مدام از ما سوال میپرسن که اصلا نیازی به داشتن وبسایت هست؟ چرا با وجود شبکه‌های اجتماعی و پیج اینستاگرام باید سایت داشته باشیم؟ اصلا بدون کد نویسی هم مگه میشه سایت طراحی کرد؟ اینا سوالاتیه که کاربران مدام از خودشون، از دیگران و از ما میپرسن که در حد توان میخوایم توی این ویدیو اونا رو جواب بدیم. پس اگر شما هم میخواید یاد بگیرید چطور بدون یک خط کد نویسی طراحی سایت با وردپرس رو انجام بدید و واسه خودتون و دیگران سایت طراحی بکنید و از این مهارت طراحی وبسایت کسب درآمد بکنید، این دوره رو از دست ندید و بریم با هم دیگه اولین جلسه از این دوره رو شروع کنیم و بیشتر با وردپرس آشنا بشیم. خب بیایم با وردپرس بیشتر آشنا بشیم. وردپرس یک سیستم مدیریت محتوایی که به شما این امکان رو میده بدون یک خط کد نویسی سایت‌های حرفه‌ای رو طراحی بکنید. انصافاً هم سایت‌های خیلی زیبایی رو میتونید با وردپرس طراحی بکنید. اونم بدون داشتن دانش برنامه‌نویسی. پس یادگیریش میتونه برامون جذاب باشه. خب بیایم با مدرس این دوره که بنده هستم آشنا بشیم. بنده محمد برزویی هستم و از سال 98 که مشغول به فعالیت تو حوزه طراحی سایتم. یعنی سال 98 بود که برای اولین بار با وردپرس آشنا شدم و از اون موقع تا الانی که مشغول فعالیت تو این حوزه‌ام و طراحی سایت انجام میدم. چندین سال قبل از اینکه وارد حوزه طراحی سایت بشم مشغول کار گرافیکی بودم. طراح گرافیک بودم، کارهای گرافیکی انجام میدادم با فتوشاپ و از همین طریق طراحی گرافیک و این مسائل کسب درآمد میکردم و هنوزی که کارهای گرافیکی رو هم ادامه میدم. یعنی در کنار طراحی سایت کارهای گرافیکی رو هم قطع نکردم و اونا رو هم ادامه میدم و کارهای شخصی خودم رو که مربوط میشه به کارهای گرافیکی خودم انجام میدم. دیگه برون سپاریشون نمی کنم خیلی از اونا رو و این خیلی بهم کمک کرده. اما حوزه اصلی فعالیتم طراحی وبسایته. با سایت فرادرس به عنوان مدرس همکاری داشتم و چند تا دوره آموزشی اونجا منتشر کردم که میتونید از دوره هایی که اونجا منتشر شده هم استفاده بکنید. بعد از چند سال فهمیدم که اگر HTML CSS هم یاد بگیرم خیلی میتونه بهم کمک بکنه. پس رفتم سراغ HTML CSS و تو چند هفته تا همون یک هفته دو هفته HTML CSS رو کامل یاد گرفتم. مخصوصا CSS خیلی بهم کمک کرد. این رو بعد بهتون میگم که اگر شما میخواید طراحی وبسایت با وردپرس انجام بدید، شما هیچ نیازی به یادگیری HTML، CSS، کد نویسی، برنامه نویسی ندارید. اما اگر HTML CSS بلد باشید، مخصوصا CSS، خیلی میتونه بهتون کمک بکنه که هیچ محدودیتی نداشته باشید. جلوتر که برید، حرفه‌ای تر که بشید، میتونید برنامه نویسی هم یاد بگیرید، جاوا اسکریپت یاد بگیرید، PHP یاد بگیرید، خودتون برای وردپرس افزونه بنویسید، چه میدونم قالب ایجاد کنید و کار خیلی مختلفی میتونید انجام بدید. پس شما نیازی به داشتن دانش برنامه نویسی ندارید، اما اگر بلد باشید دستتون خیلی جلوتره. دوره‌های مختلفی رو گذروندم برای وردپرس، SEO و چیزهای مختلف دیگه و چندین ساله که به عنوان فریلنسر پروژه طراحی سایت رو برای شرکت‌های مختلف انجام میدم و حالا تجربیاتی که تو این چند ساله به دست آوردم رو میخوام با شما به اشتراک بذارم. هدف این دوره چیه؟ هدف این دوره اینه که گام به گام، قدم به قدم طراحی سایت با وردپرس رو خدمتتون آموزش بدیم. اونم بدون نیاز به یادگیری برنامه‌نویسی، کدنویسی و این مسائل. و اونم جوری آموزش میدیم که همه افراد بتونن با ما همراه بشن، حتی افرادی که هیچ پیش زمینه ای راجع به طراحی وبسایت ندارن. تو این دوره شما یاد میگیرید که چطور یک سایت رو راه اندازی بکنید و اون رو بتونید خیلی حرفه‌ای مدیریت بکنید. یاد میگیرید چطور سایت‌های مختلفی نظیر شرکتی، آموزشی، فروشگاهی، شخصی و سایت‌های مختلفی رو بتونید طراحی بکنید.
تو حوزه امنیت، سرعت و حتی کسب درآمد از وبسایتی که طراحی کردید هم نکاتی رو بهتون میگیم که میتونه خیلی براتون کاربردی باشه. خب ببینید، اولین کاری که ما برای پیدا کردن خدمات یا محصولاتی که دنبالش کنیم انجام میدیم چیه؟ دنبال یه محصولی هستیم، دنبال یه خدماتی هستیم، اولین کاری که انجام میدیم چیه؟ جستجو کردن تو گوگله. میریم گوگل رو باز میکنیم، چه با موبایل چه کامپیوتر، شروع میکنیم به جستجو کردن. مثلا خرید گوشی موبایل مثلا شیائومی، خرید نمیدونم فلان محصول، میام اون رو جستجو میکنیم. پس اگر ما وبسایت داشته باشیم، یک مشتری که میاد جستجو میکنه این محصول رو، این خدمات رو، میتونه وارد وبسایت ما بشه و اون محصول رو از سایت ما خرید بکنه. خیلی وقتا ما گوشی خودمون رو، محصولات خودمون رو از اینترنت خرید کردیم. اصلا چرا ما باید سایت داشته باشیم؟ الان مثلا سایت دیجیکالا که یه سایت بزرگ و مطرحی هست، بنده و خیلی از شما شاید بارها از دیجیکالا خرید کرده باشید. خیلی از محصولات خودمون رو ما میتونیم داخل دیجیکالا راحت پیدا کنیم، قیمتش رو راحت ببینیم تو کسری از ثانیه و مقایسه کنیم، دیدگاه بقیه کاربرانی که اومدن اون محصول رو خرید کردن ببینیم و محصولمون رو خریداری بکنیم و بیاد پست بشه در منزلمون و اون رو تحویل بگیریم. خب خیلی کارمون رو راحت تر کرده. دیگه نیاز نیست ما بلند شیم بریم تو بازار بگردیم و از این مغازه به اون مغازه و یک فضای قدیمی و سنتی دیگه نیست. الان فضا تغییر کرده. خب وقتی شما وبسایت داشته باشید، اعتبار کسب و کار شما افزایش پیدا میکنه، بهتون اعتبار میده. الان دیجیکالا اعتبار داره، خیلی میان داخل دیجیکالا به عنوان فروشنده ثبت نام میکنن تا اعتبار دیجیکالا رو کسب بکنن، تا محصولشون به خاطر اعتبار دیجیکالا که خیلی میان دیجیکالا خرید میکنن، محصول اونا هم خرید بشه و به فروش بره. وگرنه مثلا اگر طرف خودش یه سایت شخصی داشته باشه، شاید اونقدر راحت به فروش نره. دیجیکالا چون اعتبار داره میاد و اون رو باعث میشه که فروشش به شدت افزایش پیدا کنه. مثلا شما الان یک مغازه‌ای دارید یا یک فروشگاهی دارید، محصولی رو دارید، حالا این محصولتون رو بیاید براش یک سایت بزنید، داخل سایت بذارید، خب اون اعتبارش خیلی بیشتر میشه تا وقتی که شما هیچ سایتی ندارید. بعد وقتی شما سایت داشته باشید، مستقلی از شبکه‌های اجتماعی دیگه به اینستاگرام و تلگرام و باقی شبکه‌های اجتماعی وابسته نیستید. شما اطلاعاتتون دست خودتونه و دیگه نگران فیلترینگ و دیگه نگران این که پیجتون رو ببندن و پیجتون از الگوریتم بیفته و این مسائل دیگه نیستید. سایت هم شرایط خاص خودش رو داره، ولی دیگه شما مستقلید از شبکه اجتماعی. که راجع به این که وبسایت داشته باشیم یا اینستاگرام میطلبه که یک دوره، یک ویدیو مجزا راجبش تولید بکنیم و منتشر بکنیم. وقتی شما وبسایت داشته باشید، 24 ساعته شبانه روز و 7 روز هفته مغازتون بازه. مشتری نصف شب، ساعت 2 شب هم بیاد وارد وبسایتتون بشه، حتی روز جمعه، میتونه از سایتتون خرید بکنه، محصولش رو انتخاب میکنه، قیمتش رو میبینه، پرداختش رو انجام میده و شما مثلا صبح شنبه میایید سایتتون رو چک میکنید. حالا همون جمعه میتونید چک بکنید تو خونه، ولی خب بر فرض مثال شنبه میایید سر کار، مثلا میایید پشت سیستمتون چک میکنید، ببینید که داخل پنل سفارشاتتون یک سفارش ثبت شده، نگاه میکنید مبلغش پرداخت شده، سفارش این بوده، اون محصول رو به آدرسی که اون مشتری وارد کرده ارسال میکنید و همینو تمام. خیلی از کارها اتوماتیک انجام میشه. همین که الان بهتون گفتم دیگه، مشتری خودش پرداختش رو انجام میده، خودش محصول خودش رو وارد سبد خرید میکنه، خودش میاد همه کارا رو خودش انجام میده، اتوماتیکه. یه نیاز نیست ما کاری رو انجام بدیم، ما فقط محصول رو برای اون ارسال میکنیم. بازاریابیمون خیلی گسترده تره، هزینه‌مون خیلی کم میشه وقتی ما وبسایت داشته باشیم. که راجع به تفاوت کسب و کار سنتی و کسب و کار آنلاین میام جلوتر داخل یک اسلاید بیشتر صحبت میکنیم. و بازاریابیتون گسترده تره، از جای مختلف کشور میتونید فروش داشته باشید. و
فرصت‌های جدید درآمدی براتون ایجاد میشه. میتونید مثلا داخل وبسایتتون یه تبلیغی رو بذارید و بابت کلیک خوردن اون تبلیغ پول دریافت بکنید. از این طریق هم میتونید کسب درآمد بکنید. این صرفا یک مثال بود. کلی روزنه‌های جدیدی بعد از تأسیس وبسایت ایجاد میشه که میتونید از هر کدوم از اونها کسب درآمد بکنید. خیلی هم ساده نیست، رقابت هست، ولی خب نسبت به ایجاد یک کسب و کار سنتی راحت‌تر و کم هزینه تره. خب تفاوت کسب و کار سنتی و آنلاین چیه؟ بیایم کسب و کار آنلاین و کسب و کار سنتی رو با هم دیگه از لحاظ یه سری ویژگی ها مقایسه بکنیم. خب ویژگی اول هزینه راه اندازی. هزینه راه اندازی کسب و کار سنتی خیلی باله. شما باید هزینه اجاره، هزینه دکوراسیون، هزینه کلی هزینه بابت جای مختلف کسب و کارتون انجام میدید. باید همون اول کلی پول بدید، کلی محصول خریداری بکنید. این محصول رو یه انبار باید براش مثلا خریداری بکنید که یک انبار فقط داشته باشید. مغازتون که مثلا محصولاتش رو داخلش میچینید که مشتری بیاد و بره، باید کلی بابت اون هزینه اجاره پرداخت بکنید که هزینه هم خیلی بالاست، واقعا نمیصرفه. خیلی نمیتونن راحت کسب و کارشون رو ایجاد بکنن. اما کسب و کار آنلاین چی؟ کسب و کار آنلاین هزینه چندانی نداره، هزینهش خیلی پایینه. شما برای اینکه یک کسب و کار آنلاین داشته باشید کافیه یک وبسایت داشته باشید، و برای اینکه یک وبسایت داشته باشید کافیه یک دامنه داشته باشید، یک هاست داشته باشید، دامنه و هاستتون رو به هم دیگه متصل کرده باشید و سایتتون رو داخل هاستتون قرار بدید. همین. اینکه چطور سایتمون رو داخل همون هاستمون قرار بدیم، چطور سایتمون رو راه اندازی بکنیم هم کاملا رایگان داخل این دوره میتونید یاد بگیرید. یعنی بدون یک ریال هزینه میتونید سایت داشته باشید. البته برای دامنه و هاست شما باید هزینه پرداخت بکنید. مثلا خرید دامنه زیر 100,000 تومنه. مثلا با 70 تومن، 80 تومن، 60 تومن میتونید یک دامنه خریداری بکنید. یک ساله. هاست هم دیگه قیمتاش مختلفه. مثلا با چند 100,000 تومن میتونید برای چند ماه هاستی رو اجاره بکنید. مثلا با اجاره مثلا 50 میلیون تومن در ماه کجا؟ تو کسب و کار سنتی برفرض. و اجاره مثلا 200,000 تومن در ماه کجا؟ خیلی با هم دیگه فرق میکنن. چه بسا شما سراغ هاستای ارزون تر برید، قیمتش خیلی پایین ترم میاد. پس هزینه ایجاد کسب و کار آنلاین خیلی پایین تر از کسب و کار سنتیه. خب دسترسی به مشتریان تو کسب و کار سنتی محدود به منطقه جغرافیایی خاصه. مثلا شما داخل یه شهری هستید، مثلا مثل کرج، فقط به همون شهر کرج شما دسترسی دارید و مشتریاتون عموما از کرجن، از جای دیگه نمیان از شما خرید نمیکنن. حالا تو همون کرج مثلا یه منطقه‌ای هست، تو همون منطقه، تو همون محله میان از شما خرید میکنن. از چند محله اونورتر نمیان از مغازه شما خرید نمیکنن. اما تو کسب و کار آنلاین چی؟ کسب و کار آنلاین اصلا جهانیه، بدون مرزه. از جای جای کشور مشتری میتونه از شما خرید بکنه و شما براش محصول رو ارسال بکنید. حتی میتونید سایتتون رو چند زبانه بکنید. مثلا طرف انگلیسی زبانه، سایت براش انگلیسی باشه. طرف فارسی زبانه میاد وارد سایت میشه، سایت براش فارسی باشه. و پرداخت دلاری و پرداخت ارزی و اینا رو مثلا تو سایتتون بیارید و از خارج از کشور هم حتی فروش داشته باشید. حالا ما کار به خارج از کشور و این مسائل نداریم. تو همین کشور خودمون هم شما از جای جای کشور بتونید فروش داشته باشید. کجا؟ اینکه فقط محدود باشید به منطقه کجا. خب طبیعتا مشتری بیشتری میتونید جذب بکنید و فروش بیشتری رو تجربه میکنید. مورد بعدی ساعت کاریه. توی کسب و کار سنتی شما محدودید به زمان مشخص. یعنی شما هفته صبح مثلا باید برید سر کار، مثلا تا 1 مثلا بعد از ظهر، مثلا از 4 بعد از ظهر دوباره مثلا باید برید تا 9 شب. مثلا یه ساعت کاری مثلا مشخصیه، شما باید برید مغازتون رو باز بکنید تا مشتری داشته باشید. اما داخل وبسایت اینطوری نیست. شما یه سری محصولی رو داخل وبسایتتون قرار دادید،
24 ساعته و بدون هیچ توقفی میتونید فروش داشته باشید. و داخل کسب و کار سنتی وقتی شما مثلا ساعت 1 ظهر مغازتون رو میبندید تا 4، تو این چند ساعت شما فروشی رو تجربه نمی کنید. اما داخل کسب و کار آنلاین هیچ تعطیلی نداره. شما حتی وقتی خوابید، حتی در روز تعطیل هم مشتری میتونه بیاد از شما خرید بکنه و شما میتونید فروش رو تجربه بکنید و این خیلی عالیه. مورد بعدی انعطاف در مدیریته. ما خیلی راحت میتونیم مدیریت بکنیم کسب و کار آنلاین، ولی کسب و کار سنتی چی؟ سخته. واقعا نیازمند اینه که ما به صورت فیزیکی داخل اونجا حضور داشته باشیم، داخل مغازه باشیم تا بتونیم مدیریت بکنیم. ولی کسب و کار آنلاین شما مثلا این ور کشورید میتونید کسب و کار خودتون رو مدیریت بکنید از هر جا. مثلا یه لپتاپ برمی‌دارید میرید داخل یه کافه میشینید و روی سایتتون کار میکنید، میرید تو کتابخونه مثلا روی سایتتون کار میکنید، تو خونه اید حال ندارید برید بیرون، مریضین، راحت میتونید رو کسب و کار خودتون کار بکنید. حتما نباید به صورت فیزیکی داخل یک مغازه‌ای باشید و حضور داشته باشید. مورد بعدی بازاریابی و تبلیغاته که تو کسب و کارهای سنتی هزینه‌اش خیلی بالاست. شما باید پول چاپ بنر رو ارزم به خدمت شما این مسائل رو بدید و اون فضاهایی که داخل سطح شهر هستن که بنرتون رو اونجا قرار میدن رو باید برید اجاره بکنید و بنرتون رو اونجا مثلا در سردر و مغازه ها بزنید، سردر خیابون ها بزنید که اون هم اونقدر بازدهی نداره. کلی هزینه میکنید ولی اونقدری که باید بازدهی داشته باشه براتون نداره. ولی تو کسب و کار سنتی اینجوری، تو کسب و کار آنلاین اینجوری نیست. تو کسب و کار آنلاین هزینه ها خیلی مغروم به صرفه است. ما میتونیم با استفاده از سئو سایتمون رو توی نتایج گوگل بیاریم بالا. اینکه سئو چیه جلوتر باش بیشتر آشنا میشیم و میتونیم مشتریای خیلی زیادی رو جذب بکنیم. خب طبیعتاً برای کسب و کار آنلاین هم ما باید هزینه بکنیم، اما هزینهش به مراتب از کسب و کار سنتی کمتره. از اینم عبور کنیم. مورد بعدی امکانات و اینکه چطور ما میتونیم این کسب و کارمون رو توسعه بدیم و گسترش بدیم. تو کسب و کار سنتی محدوده، محدود به یه فضای مشخصیه، محدود به اون بودجه‌ای که داریمه. ولی تو کسب و کار آنلاین اینجوری نیست. به صورت نامحدود ما میتونیم هر نوع امکاناتی رو به وبسایتمون اضافه بکنیم، میتونیم همه جوره وبسایتمون رو توسعه بدیم و کلی قابلیت به وبسایتمون اضافه بکنیم. ولی تو کسب و کار سنتی اصلا اینطوری نیست. مورد بعدی همون رشد و توسعهش هست که به خدمتتون گفتیم. میزان رشد و توسعه تو کسب و کار سنتی خیلی کنده، خیلی زمان بره. شما وقتی کسب و کار سنتی میاد ایجاد میکنید، از هفت‌خوان رستم که عبور میکنید، ارزم به خدمت شما از اجاره و همه این سختی ها که عبور میکنید خیلی طول میکشه، چند سال طول میکشه تا بتونید کلی مشتری پیدا بکنید و کسب و کارتون جون بگیره و این مسائل. ولی تو کسب و کار آنلاین خیلی سریع شما میتونید به فروش زیاد برسید. البته تو کسب و کار آنلاین هم نیاز به صبوری داره که از لحاظ سئو شما رشد بکنید. این یک مقایسه بود بین کسب و کار سنتی و کسب و کار آنلاین که خیلی خلاصه خدمتتون توضیح دادیم. خیلی بیشتر از اینها میشه راجع به این مسائل صحبت کرد، اما به نظر من همینقدر کفایت میکنه. جلوتر با ویدیوهای بیشتر میایم و بیشتر اینها رو توضیح میدیم. بریم سراغ بحث بعدی. مزایای یادگیری طراحی سایت چیه؟ ما میایم یک سایتی رو طراحی میکنیم، یاد میگیریم که چطور یک وبسایت رو طراحی بکنیم. این چه فایده‌ای برامون داره؟ خب میتونیم کسب و کار شخصی خودمون رو راه اندازی بکنیم. میایم یک فروشگاه اینترنتی بزنیم، داخلش مثلا کتاب بفروشیم، داخلش چه میدونم لوازم شنابی موبایل بفروشیم، داخلش نمیدونم وسایل مختلفی رو بفروشیم، کفش بفروشیم. بیایم یه سایت آموزشی بزنیم، داخلش آموزشی مثلا فتوشاپ بدیم، اینا رو مثلا بفروشیم، آموزش ریاضی مثلا بفروشیم. میایم یه وبلاگ خبری مثلا میزنیم، میایم یه سایت شخصی واسه خودمون میزنیم، خودمون رو پرزنت میکنیم.
و وقتی کسی ببینه یک فرد یک وبسایت شخصی داره، این به اون شخص اعتبار میده. میتونیم از پشتیبانی سایت کسب درآمد بکنیم. وقتی ما طراحی سایت رو یاد بگیریم، میتونیم یاد بگیریم چطور یک سایت رو مدیریت بکنیم. وقتی یاد بگیریم چطور یک سایت رو میتونیم مدیریت بکنیم، وقتی یک شخص یک سایتی داره و نمیتونه درست مدیریتش بکنه، میتونیم برای مدیریت کردن اون وبسایت ازش ماهانه مبلغی رو دریافت بکنیم. بعد از اون هم میتونیم به صورت غیر فعال کسب درآمد بکنیم. درآمد غیر فعال چیه؟ درآمد غیر فعال یعنی این که شما یک بار قبلا زحمت کشیدی، حالا دیگه بابت اون زحمت نمیکشی، حالا ساکت یه گوشه نشستی، مشغول کارهای دیگه هستی، اما از طریق اون زحمتی که قبلا کشیدی داره برات همچنان پول میاد. مثلا فروش دوره آموزشی، این یک نوع درآمد غیر فعاله. شما یک بار میشینی یک دوره آموزشی رو ضبط میکنی، میذاری داخل وبسایتت برای فروش. دیگه که تو نمیشینی اون دوره رو ضبط نمیکنی، که یه بار ضبطش کردی، حالا یک سال از اون دوره گذشته، اون دوره هر کس میاد از اون دوره خریداری میکنه، اون دوره رو خرید میکنه و پولی بابتش پرداخت میکنه، اون پول میاد تو جیبمون بدون اینکه ما تو همون لحظه برای اون عرضم به خدمت شما فعالیتی انجام داده باشیم، فعالیت رو قبلا انجام دادیم. بیم میگن درآمد غیر فعال، که درآمد غیر فعال خیلی فوق العاده است. خب چطور میتونیم درآمد غیر فعال رو کسب بکنیم؟ از طریق فروش قالب، افزونه، سایت‌های آماده و چیزهای مختلف دیگه، که برای اینکه ما بتونیم قالب ایجاد بکنیم، افزونه بنویسیم و این مسائل نیاز داریم که برنامه‌نویسی بلد باشیم، HTML، CSS، JavaScript، PHP بلد باشیم که بتونیم مثلا افزونه بنویسیم. خب از این هم عبور میکنیم. اینا مزایای یادگیری طراحی سایت بود. مورد بعدیش هم که اینجا جا مونده بود این بود که میتونیم از طریق انجام پروژه‌های طراحی سایت هم کسب درآمد بکنیم. مثلا واسه بنده خدایی میایم سایت طراحی میکنیم، یه سایت مثلا فروشگاهی واسش میزنیم و از طریق همین کسب درآمد میکنیم، کاری که مثلا خودم انجام دادم. خب آیا طراحی بدون کد نویسی هم امکان پذیره؟ مثلا سایت بزنیم بدون اینکه یک خط کد نویسی انجام بدیم؟ خب قبلا برای اینکه بیایم و یک سایتی رو طراحی بکنیم نیازمند این بودیم که بیایم HTML یاد بگیریم، CSS یاد بگیریم و بریم سراغ مثلا جاوا اسکریپت و این مسائل، بریم سراغ PHP، لاراول و چیزهای مختلف. اما بعد از یه مدتی یه سری ابزارهایی اومدن، یه سری افراد اومدن با استفاده از همین زبانهای برنامه‌نویسی یه چیزی رو ساختن تحت عنوان CMS. این CMS ها یه سیستمی بودن، یه پنل مدیریتی داشتن که به ما این امکان رو میدادن سایت طراحی بکنیم با درگ اند دراپ، بدون اینکه حتی مثلا یک خط کد نویسی انجام بدیم. CMS های مختلفی وجود داره، مثل جوملا، دروپال و چیزهای مختلف. بهترین CMSی که میتونیم با استفاده از اون بدون کد نویسی سایت طراحی کنیم وردپرسه. پس وردپرس یک CMSیه که به وسیله زبان برنامه‌نویسی PHP نوشته شده و به ما این امکان رو میده بدون کد نویسی سایت طراحی کنیم. البته اگه کد نویسی و برنامه‌نویسی بلد باشیم میتونیم وردپرس رو توسعه بدیم و قابلیت‌های دلخواهمون رو به وردپرس اضافه بکنیم. خب سایت ساز چیه؟ شاید اسم این رو شنیده باشید که بعضی‌ها میگن بیایم با سایت ساز مثلا در کمتر از چند دقیقه یک وبسایت داشته باشید. خب سایت سازا هم اومدن مثلا با وردپرس دارن رقابت میکنن، ولی خب اصلا این رقابت درستی نیست. سایت سازا مشکلات زیادی دارن، اینکه شخصی سازیشون خیلی محدوده. سایت سازا هم در واقع یک CMS هن، اما دیگه مثل وردپرس اینقدر کامیونیتی و جامعیت بالایی ندارن. اینقدر کاربر از وردپرس که داره استفاده میکنه اونقدر کاربر رو سایت ساز نداره. پس افزونه ها و قالب های کاملا محدودی دارن. وقتی این محدودیت هست شما شخصی سازیتون هم خیلی محدوده دیگه. از هر قالب و افزونه ای نمیتونید استفاده کنید، هر قابلیتی رو نمیتونید داخل سایت ساز داشته باشید. هزینه های اولیه سایت ساز خیلی پایینه ولی هزینه های بلند مدتش خیلی بالاست. شما وامدار اون سایت سازه میشید، یعنی تا ابد
ماهانه باید یه هزینه ای رو به سایت ساز پرداخت بکنید که سایتتون بالا باشه و اطلاعاتش هم دست خودتون نیست، نمیتونید جایی ببرید انتقالش بدید، شما وابسته اید به اون سرویس و عملکردش هم محدودیت داره. اما وردپرس اینجوری نیست، انعطاف پذیری خیلی بالایی داره. میگم شما PHP بلد باشی، خودت میتونی کلی افزونه و قالب و این مسائل برای خود وردپرس ایجاد بکنی. جامعیت خیلی بزرگی داره، کامیونیتیش خیلی باله. 40% وبسایت های دنیا از وردپرس استفاده میکنن. رایگانه، بدون هیچ هزینه‌ای میتونید وردپرس رو نصب کنید. متن بازه، میتونید داخل کداش کد اضافه بکنید. قالب و افزونه‌های متنوعی داره که اگه برنامه‌نویسی بلد باشی میتونی افزونه‌های شخصی خودت رو هم ایجاد بکنی. امنیتش خیلی بالاست چون کامیونیتی خیلی بزرگی داره، افراد خیلی زیادی دارن روی وردپرس کار میکنن. برنامه نویسان خیلی زیادی رو وردپرس دارن کار میکنن و باگاش رو رفع میکنن. به همین منظور اگر یک باگی داخل وردپرس ایجاد بشه، پیدا بشه، سریع برطرف میشه. واسه همین امنیتش نسبت به سایت ساز خیلی بالاتره. قابلیت توسعه هم داره که بارها گفتم میتونید با PHP افزونه بنویسید، قالب بنویسید و کلی وردپرس رو شخصی سازی بکنید. خب تو این دوره ما چی یاد میگیریم؟ یاد میگیریم چطور وردپرس رو نصب کنیم و سایتمون رو بیاریم بالا. یاد میگیریم چطور محتوا رو مدیریت بکنیم و با نوشته ها و برگه ها آشنا میشیم. یاد میگیریم چطور قالب ها رو انتخاب بکنیم، نصب بکنیم و اونا رو شخصی سازی کنیم. با نصب افزونه ها آشنا میشیم. افزونه چیه؟ افزونه وقتی ما افزونه رو وردپرس نصب میکنیم، یه سری امکاناتی که به طور پیش‌فرض رو وردپرس نیست، رو وردپرس اضافه میشه. مثلا وقتی شما وردپرس رو ایجاد میکنید، وردپرس امکان خرید و فروش رو نداره، اما افزونه ووکامرس رو که روی وردپرس نصب میکنید، امکان خرید و فروش براتون فراهم میشه و سایتتون تبدیل میشه به یک فروشگاه اینترنتی. افزونه ها یه سری قابلیت هایی رو به وردپرس اضافه میکنن که افزونه خیلی زیاد برای وردپرس تو مخزن وردپرس وجود داره که کاملا رایگان میتونید اونا رو نصب بکنید. تو این دوره یاد میگیرید بدون کد نویسی سایت طراحی بکنید. اما جلوتر که بریم خدمتتون توضیح میدیم که اگر شما CSS بلد باشید میتونید تو ظاهر سایتی که طراحی میکنید خیلی خلاقیت به خرج بدید. با SEO و بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو آشنا میشیم و یاد میگیریم که چطور سایتمون رو جوری بهینه بکنیم که تو نتایج جستجو قابل مشاهده بشه واسه کاربران. و مسئله بعد این که امنیت وبسایتمون رو چطور رعایت بکنیم، چطور از سایتمون نگهداری بکنیم که سایتمون دچار مشکل نشه، هک نشه، مشکلی براش پیش نیاد. و یاد میگیریم چطور با ووکامرس که خدمتتون توضیح دادم یک افزونه برای تبدیل سایت به فروشگاه اینترنتیه آشنا میشیم. یاد میگیریم چطور سایت شخصیمون رو که راه اندازی کردیم چطور اون رو تبدیل کنیم به یک فروشگاه اینترنتی. یاد میگیریم چطور وبسایت های فروشگاهی ایجاد بکنیم. خب اینا مواردی بود که ما توی این دوره خدمتتون توضیح میدیم. این اولین جلسه از این دوره بود و یه سری مسائل کلی رو خدمتتون توضیح دادم. امیدوارم به دردتون خورده باشه. نه خیلی پیشرفته گفتم که افرادی که مبتدیان چیزی متوجه نشن، نه خیلی مبتدی گفتم که افرادی که یه سری اطلاعات اولیه دارن براشون خسته کننده باشه. سعی کردم حد وسط رو رعایت بکنم. خب خیلی خوشحالم که تا اینجا با من همراه بودید. توی جلسات آینده میخوایم بریم با هاست و دامنه آشنا بشیم و یاد بگیریم چطور میتونیم این دوتا رو با هم دیگه متصل بکنیم. فرایند عملی خرید هاست و دامنه رو هم خدمتتون در آینده در یک ویدیو مجزا توضیح میدیم و اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک رو بکوبید و اگر حس میکنید این ویدیو میتونه برای دوستاتون هم مفید باشه براشون این ویدیو رو بفرستید تا اونها هم بتونن این مهارت رو یاد بگیرن. اگر سوالی هم دارید حتما تو کامنت ها بپرسید که خودم یا دیگر دوستان پاسختون رو بدن. منتظر جلسات آینده باشید. فعلا خداحافظ.